خود بیم تا سوال شد درباره ریش عزیزان من. بعضی بچه‌هایی که جوانایی که ریش موندن و بیریشو با نفرت داشتن، نفرت نکن. این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. شکر که خداوند بچه در آخر نشید. شکر که بچه زناگر نشید که 10 بار پیش ما میرفتی. کننده شده فخر که ولی عرق خوردگی آدمو گریسته گشتی از زده است پدرشه. زنا کرده چند قدر مانده برود سادیت التماس داملا جان بچم بدخ بلاقی. امروز زنها من برادر در پیش بود، من یک جوان کتی صحبت کردم. خدا نگه داره خدا خواهد انشاءالله. عزیزی من این بخت خدا خواهد، این ریش، این شعره محمد علیه السلام، این کسی مذاق میکنه خدا مذاقت میکنه. این تو با این بازی نکته خدا خواهد انشاءالله. امروز تمامی عالمای دنیا را بی ریش مسئلهش من خوندم. تمامی عالمای دنیا سعدی که برای چی ریش میموندن؟ ریش عقل انسان را بتون میکنه. عقل انسان ریش میسبزونده عزیزان من. با توفیل ریش از هزار گناه میگردی. اشد ریش داشته اگر دختک نگاه پرتم اگر یک بار میترسی میگوید نمیگه که مرد در ریشتور خلاجو با من نگاه پرتفت. نیکی بازد انشاءالله ریش موندد برای سوری منی کروتایی گفته و تلفن نمیبینه خدا خواهد ریکتای برای ریش موندگی باز ریش مونده سیگارت در دهنت تو مذاق کرده اسلامه نماز نمیخونه با بازش. امروز حکومت دارم اون فکت کرده داده سادیان من حیاتش میگه ریش انمو که ویزشید نگد همین شرق آباد شما هست همون دکتر بای روزی جان میگه رفتم میگه داملا من دروغ نمیگم رفته میگه در دیوان خواب است ریش انم که میگه زدگی مست تو سرقه ریش میشدی. ای خدا نمیترسی ما خیال کن که ریش میمونی تو رای حق میگیری رای خوب میگیری طاعت میکنی عبادت میکنی نسبت به بیریشا حرمت و عزت و نسبت اسلام بلند میشود. تو مذاق کردی اسلام خدا مذاقت میکنه. ای خدا رو نگردون با خدا بیار انشاءالله خدا کرد این جوانای بریش مذاق نکن کلان سالات اواشی خودت بمان انشاءالله خدا کرد. این سنت است 60 ندور اومده 70 ندور اومده آدم ریشته بستن جوان نمیشه یاره نشو. گفتی ابوبکر صدیقی با آرزو جوان نمیشه یک من دوجه 53 دور اومدم من میمرم اکر من دیگه هیچ وقت خلوان نشم اگر کراسوفکا پوشه بو خدا خواهد اچکی ها مونده خدا خواهد زده گردم تمام ایستاد من دیگه جوان نمیشم من مردم تمام شدم پنته او حیات با پیش بر این خیلی تعنها را پرت خدا خواهد. بچه هایی که ریشتار هستن حرمت شکنه خدا خواهد لیکن ریشتار هم شما هم حرمت رو نبسته انشاءالله خدا خواهد. ریشتار ها عزیزان من بعد ریشتار ها اتش پیش کرسوده بعد ریشتار ها اپش اپر نکرسوده این از اون نقطه شرعی نیست. برای همین نفرت میکنه آدم های شما ریشتی می ات یک تا در تاری صد برداشته گرد اپ یک تا خدا خواهد همسایت از دستی تو راحت کنه محلت راحت کنه آرزو کنه که بچه من ریش مونه نفرت نکنه عزیزان من. برای این کارا پرت خدا خواهد انشاءالله. یک کس نخن یک کس تعنه نزن. من امروز یک مسئول خرسند است که امروز تمامی جوانا پیش میدانی کسی که اگر ارتیست نمی آورد و توی بیوی توی میگفتن یا نمی وای بیوی توی کرده عبیزات نه به عرق یگان مرکه شما نمیگذاشت. امروز شکر که بچه که گفته که عرق در کار نیست هیچی در کار نیست خدا خواهد. عادی توی کنیم عادی خدا خواهد صحبت های عالما را گیریم مزده کنیم حیامو پیش را مردم رای بدن. این بختی ما و شما عزیزان یا نمی شکر که خدا خواهد انشاءالله بچه نماز خون شده بچه طاعت عبادت کننده شد با الله خدا خواهد دائم دعاش که خدا خواهد انشاءالله قدرت نمیرسد انشاءالله با بعض دختران ریشتاران ما نمیگیریم ریشتاش کار میگه ریش نخریش آگ ریشه نخواه خدا ریش یکان کار کنه خدا خواهد. تو فخر که خدا خواهد نماز خون شد فخر که یک اسلام داره بگیری خدا خواهد انشاءالله. این فخری چی است؟ ما و شما است خدا خواهد. محمد ربی چهره زیباش و ابوبکر ربی عمر ربی تمام صحابه ربی همش انشاءالله خدا خواهد سنت های محمد به جا می آورد.
عزیزانی من در اینجا یک غزل خداوند درباره صلوات است. همه صلوات میگیم. امروز صلواتی گفته شما نزد محمد عرضه می شود. روز جمعه کسانی که صلوات میگویند پیغمبر اسلام در قبرش یک مخصوص فرشته است. عزیزانی من همون فرشته خدا چنان شنوایی دادگی است که تمام روی دنیا میشنود. اگر یک بار شما اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد گویش اگر ویش میگرفته است، محمد نه عرضه میکرد است که محمد امت فلانچی بچه فلانچی برای تو رحمت فرسون. محمد نفت از جانب منم برای امتم سلام گه انشاءالله. خدا خد عزیزانی من این بخت است خدا خد انشاءالله. در روز جمعه صلوات بسیار زدنگی بسیار گفتنگی کم بغل نمیشه بوی میشه میره انشاءالله. خدا خد یک غزل است در بالای صلوات میخونیم بعد دعا میکنیم عزیزانی من، یا که نوبت به حضرت میتیم با انشاءالله خدا خد ادامه میتیم تا وقتی انشاءالله جمعه.